آره منم مهمان یک سلام گرم به زلمیجان آرا. سلام چطور هستین؟ بخیر. بسیار خوش آمدین مجیب جان قن. قربانتان. بسیار خوش شدم از دیدن شما. شما باور کنین وقتی که من شما را دیدم اشکایم به چشمم دور خورد و می لحظه از خوشی شما هیچ نمیتونم که راستی واقعا از شما بوی وطن. مردم خدا بسیار زیاد دوست دارم و از همه اولتر در خانه افغان خود عید قربانه، عید خوش را که خداوند پاک عید سالها عید باشه، روزها عید باشه، شبها عید برای مردم افغانستان باشه، به مردم وطنم باشه، به سنگ و چوب و گیاه افغانستان باشه. من قلباً برشان تبریک میگم. بزرگا و سرسفیدا را دستایشان میبوسم، جوانا را رویشان میبوسم، طفلای نازنین چشمایشان میبوسم. افتخار میکنم شما بسیار خوش آمدین. در افغانستان همگی مردم دوستان داره و جایتان خالی است و فکر میکنم ما شما صمیمیت و محبت کافی کردیم. حتما. خب بمی حساب میگن یک خانم عج رفت، از عج پس اثر آمد، همسایه ها کلگی دیدنش آمد و بسیار زیاد یک خورخوندایشان امرایشان 6 تا همین خورخوندایش که دید مثل که من که شاهزاده مجیب جان دیدم اشکایم آمد و اونا هم خورخوندایش آمد اما ترکایی گریان کرد که الهی شکر که تو حج رفتی، تو بخیر آمدی، الهی خدا حجت قبول کنه، الهی خدا الهی شکر که تو خانه خدا را دیدی. صاحب چی گریان صاحب. یک دفعه گفت که امی مارم دعا کردی یا نه؟ امی مارم همونجا که رفتم دعا کردی چی کردی؟ با ما دعا کردی؟ گفت خوار جان گفت همی شیطان نکه میزدم کلتان ددم رو این بودین. چی یک دیگه بی آجی ها معمولا شوخ می باشن، محبت زیاد دارن، امرای خورخونده صمیمی خود. البته واقعا زلمیجان بسیار سوژای خوب تنظیم پیدا میکنن که خوب جنبه انتقادی هم میداشته باشه، جنبه اصلاحی هم میداشته باشه. مسیج مانده بود که از این دخترای جوانای که اینجا کلان شده بودن، اینا مسیج مانده بودن که Hello, hi. My name is Mariam. Hi, سلام کاکا زلمای. ما کنسرت مندازیم، تر دمابینش مندازیم، 4 تا 5 تا هنرمندای دیگه مندازیم. اگه شب بسیار خوب یک کلان کنسرت مندازیم. ما ایران مادم بازم گفته بود که از خاطر عید قبران، از خاطر عید قربان دیگه برای من بسیار جالب بود. معمولا راستی هم برای خودم بسیار جالب است. وقتی که من میرم یک تفلک یک روز رفتم در یک شهر که قبلگاه زیامت پدرش چشمای مرا ماچ کرد. ای گفت که زلمی جان میفهمی که تو یک کار بسیار کلان کردی؟ گفتم بالا من نمیفهمم ما چی کار کلان کردیم، خودم ترسیدم. گفت بچه یک خود صدا کرد او ما کاکا زلمی آمد چشمای ما ماچ کرد. گفت چرا؟ گفت که در مکتب خود گفته بود کستای کمدینای تان بیارین از مملکتایتان. اینا وقت کست مرا برده بودی، بچه کست برده بودی، کست دا آواز مرغ اول شده بود سر کل مملکت ها اول شده بود. همین مدال همون صنفه برای بچه یک داده بودن که او بچه یک آمد از خوشبختی بابی خدا میگفت من نمیفهم که چه قسم از کاکا زلمی تشکری کنم. چی وقت با کدام پارچه یا کدام طنز و فکایی کدام لحظه وقتی که خودت او اجرا کردی پس خود دیدی خودت بیشتر خنده داده که تو بیخی خودت خنده داده باشه، بیخی گردایت به کفیدن آمده باشه که چی یک کار کردیم اینجا، چی یک گپ زدیم؟ والا تو نشده یا خودت سر خودت خندید نمیگیره؟ مرا بعض وقت خنده به این میگیره که مثلا بعض دوستا هیچ خنده خود گرفتن نمیتونن. در پروگرام من آواز یک خانم کشیدم، یک دفعه یک خانم یک چیغ زدن شد.
خندش گرفت. گفت او زلمه جان، گفت بلیاز قرآن دیگه ای آواز نکش که آواز خدا بیامرز خوشویم است. حالا من میمرم زاده میکفم، حالا نکش. من فکر میکنم ارواحش بالای سرم آمده، باز فلانی جان باز زنده شده. و این خانم آنقدر اموش خنده کرد، آنقدر خنده کرد که گرم افتید. اما تو رکایی ایرا اولادایش نام خدا دخترایش هم بسا کلان دخترها بود. آخر گفت زلمه جان پلیز آواز دیگه به مو شکل نساز که مادرم بیخی یک قسم. و این خانم دیگه یکی یکک گرفتش مثل مرغ ماکیان که تخم میته، قطاس یکک یک دم این خانم بیچاره را آخر بردن بیرون. دیگه گفت زلمه جان گفت دیگه پلیز گفت استاپ کو که به خاطر از اینکه بسیار زیاد جالب است. امی چندین صدای مختلفه که باز وقتی تقلید میکنی او رو بیشتر جالب میسازه. والا مجیب جان در خاطره پاکستان دارم. در پاکستان من یک آهنگای نغمه و منگل میخواندم. یک دفعه یک آهنگ خواندم که پگلو گدش او گل وشکوه، پگلو گدش او گل وشکوه. دیگهش فراموشم شد. با آواز نغمه یک آهنگش خواندم. یک دفعه یکی از بیادرای ما یک لنگی بسیار کلان داشت، آمد می تمام جان مرا تلاشی کرد. بعد از اون دان مرا میخواست که مترکایی واس کنه. من دستش محکم گرفتم، گفتم چی میکنی؟ میگه نه تو آوازت نیست، در اینجا کست ماندی. من دیدم که آدم بسیار ناراحت است. آخر آمد. راستی برای خودم بسیار جالب بود. از این خاطره ها زیاد. نام خدا صدای هر کسی میتونی تقلید بکنی از چیرای مطرح را. یک کوشش اگه بکنی صدای مرا یا میتونی تقلید کنی. میخوایم صدای مرا از یک کس دیگه بشنوم که چطور در گوش میاد. والا آواز فقط کار داره بر من. به خاطر از این در نکست شو انشالله که سرش تمرین کنم حتما آواز مثل خودت میکشم که خدای ناخواسته و تومت هم نشه سر. آره منم مهمان آره منم مهمان هموطنان عزیز، یک بار دیگه خوش آمدین به مهمان یار از طلوع. عیدتان مبارک. زلمه جان آرا اولین کسی که در افغانستان استنداپ کمدی را اجرا کرده و ما و شما هست. ما یک خاطره از عید دارم. خدا بیامرزه یکی از دوستا و رفیقای آقای ما و برادرم رفتیم ایدی کردن رفتیم. این خانم عزیز سعی کرد طرفش اشاره کرد که آقا شیرین مردکه وی کرستی نمیفهمی؟ خوی اشاره کرد. آخر چی میگی؟ آقا شیرین بعد آقا شیرین دارد بیخی از ما آقا تلخ جور کردی. چی میگی؟ گفت دمی روز عید مثل تنمایان نکو. ایدی کدن نمیری. یعنی اشاره کرد که بر از این بچه ها آمدن ایدی بته. خوی آقا شیرین هم صاحب دست او طرف برد و دو طرف برد. خانمش کدام میمان دیگه آمد رفت او خانم. ما و برادرم دیگه آهسته کلچه میخوریم. دمی اسنا که او اشاره کرد که بر از یا ایدی بته. یا آقا شیرین یادش رفت. خب گفت که چای بخورین بچه. وقتی که یک دانه کلچه را خوردیم چشمای ما طرف جیب از این کاکا که باش حالا بر ما ایدی میته قربانت شوم. وقتی که صاحب امی دستا را دمی جیب برد، ما طرف برادرم سعی کردم، برادرم طرف ما سعی کرد. عاجل امی کاکا از امی جیب دست کرد، این جیب دست کرد. از امی جیب آخر بود. کدام جیب بود قربان شوم؟ یک قطی نسوار کشید که یعنی کلام این اما تو که دستوار دنیدان گفت بخیشی فری که در دیگر میشن و وقت میشد. راستی واقعا بسیار زیاد بر ما جالب بود. دیگه او ایدای افغانستان و او خاطره ها هیچ وقت فراموش ما نمیشه و فراموش ناشدنی است. و از هموطنای عزیز خود، دوستایی که در افغانستان هستند، یکی دیگر را به قلب خود بگیرن، دوست داشته باشن که یکی دیگه خود دوست داشته باشن. امروز هر سرسفیری که از هر خانه میره، هر بزرگ از هر خانه میره، باور کنین که کلچر افغانستان، فرهنگ افغانستان، برکت از او خانه را همراه خود میبره. و شما کوشش کنین که برکت از او را نگاه کنین، ارواح از او را نگاه کنین.
کنین، همیشه خود خوش داشته باشین. اینمی یک هید است، خودش یک هید است. راستی هم زلمان عزیز همیشه تقلید دیگران را میکنین، تا حالی کسی هم بوده که تقلید شما را کرده باشه؟ والا معمولا بچه‌هایی که در امریکا کلان شدن، چند تا دوستا و رفیقایم هستن، شما بینه باشه، بسیار دلبر بچه هستن. یعنی بچه‌هایی که در خارج کلان شدن راستی بسیار قلب پاک دارن. یعنی در دلشان مثلا اینی اشاره و کتره و یگان پوینت هایی که در افغانستان ما میدیدیم، یک دوست یک چیز کتره میگفت یا یک چیز صادق هستن، بچه‌های صادق هستن. اینی چیزا را نمیفهمن اصلا. بخی ساده هستن، بسیار زیاد. مگم بسیار قلب پاک دارن، مهربان هستن. اونا راستی هم یگان دفعه که من انگلیسی گپ میزنم با آواز خانما، یگان گپ که میزنم اونا تقلید مرا میگیرن. یک دفعه یک امریکایی دوستم بود، بر ما گفت که teach me your language, teach me. من برش گفتم ما دو زبان داریم، پشتو و فارسی، که هر دویش یکی است، کدامش میخوایی؟ گفت که برای من بگو که پشتا. گفتم اوکی پشتو. خب ایره گفتم بگو سنگیه. این دیگه هاینا توتا وارد. نه سنگیه. What do you mean singer? گفتم یعنی چطور هستی؟ How are you؟ خب باز گفتم فارسی هم یادت میتم، بگو پیش بیا. What do you mean papa? نه پاپا نه، پیش بیا. پشبا. گفتم نو پیش بیا بعد یعنی گفتم بازو گفت برش پاپا امو انگلیسی گفتم که یعنی این طرف. خراستی واقعا امو بچه که امو سنه که من امریکایی را درس میدادم، این جوانمرگ امونجا دقیق شده که من امرای از این چه قسم درس میدم. پس آن خود از این تقلید مرا کرد. شما باور کنین که اینقدر برای من جالب بود که و من خودم از خنده ذوف مانده بودم. گفتم یارا، گفتم بسیار زیاد شوخ هستین شما. من باید گفتم دیگه شما را تعقیب کنم که دیگه هر طرف متوجه باشم که شما باید از گپای من دوزی نکنید. زلمان عزیز تا حالی کسی از پرزه گفتن شما قارم شده؟ والا شما خود زیاد پرزه میگین. ما یگان نفهم فیلودیه یگان چیزی میگین، سر استیج میباشین، یگان تارا میگین یا پیش جور کده میباشین. ما در کنسرت بودم در طرف اروپا، یک جوان آمد گفت که ظلمه جان یگه برات میزنم، من که از امی پیش روی استیج تیر شدم، بر من خو یک پرزه بگو خیر است. همین دختر آمده که یک دفعه طرفم سعی کنه اگه کدامش بو یک پرزه خوبش بگو. ما هم صاحب همی سعی کردم که جوان صاحب هر پای داره که 16 لمبر است یا 17 لمبر که همی رفتم همی سعی کردم، گفتم خوب پایا داری قبرش تکواره. این آدم طرف همی پای خود سعی کرد زنده از کنسرت گریخت. یک آمد پشت سر استیج گفت لالا جان ما خاطر نگفته بودیم که تو نگو. گفتم جان جیگر تو گفتی بر من یک پرزه بگو، من اینمی پرزه دیگه من مطابق میبینم که چی گپ است، در کجا پرزه میخوره که من پرزه برای تو گفتم دیگه. چون از امو خاطر نه تو یک چیز مجیب جان قن، ما شخصا خودم کل افغانای ما قلبم است، وجودم است، فامیلم است. ما وقتی که طرف از وا نگاه میکنم، طرف دخترها و مادرها نگاه میکنم، فکر چی که قلبم هستن، خوار مادرم هستن. یعنی آنقدر اونا به من محبت دارن که بعضی جای میرم، حتی شما باور کنید ما وقتی که یک جای رفتم یک خانم سرسفید مادر کلان از اینا بود، من سر یک نواسی از این پرزه رفتم، مادر کلان که این پغزت هر دو دندانای ساختگی از این افتید. هر دو دندانای از این افتید، عالی دندانای خودم میپاله و این نواسه دیگه دیک نک زده میره و همون ترکایی میگه دگام بگو که زلمه سر ما پرزه برم.
گفت تو پرزه بگو، گفت دگم پرزه بگو. دختر صدا کرد گفت بی جان، گفت تو پرزه، گفت که دندانای تا پران دنال دیگه چی پرزه بگو. خدا دیگه از پرزه زلمه جان آرام آدم نگاه کنه بیخیز پرزه نیست، ماشین دار است. پروانتار ما مجیب جان قند گفتم وقتی که صدا از قلب میخیزه پس به قلب میشینه. من خدای ناخواسته هدف من نیست که خدا او ساته نکنه که برای یک بزرگ، برای یک انسان خدای ناخواسته من توهین کنم. من در هر شوی خود که میرم، از هر شوی خود ما یک دراما و یک پروگرام دیگه از امون شو ما به دیگه شوی خود جور میکنم. آره منم مهمان یار. آره منم مهمان یار. میگن یک دفعه صدایتون زنانه ساخته بودین و به فراد دریا زنگ زده بودین. اما چی رقم قصه است؟ والا آقای دریا نخیر نی منتا و جان صابری، نصیر جان اماهنگ دیگه والا زیادش فراموشم شده. یعنی زیاد شده از اینکه صدایتون زنانه ساختین باز زنگ زدین یکی آزار دادین. زنانه خو زنانه است که خانم عروسی کرده است. من آنقدر یک دختر آواز خود جور کرده بودم که وقتی که امرای از هنرمند صحبت کردم ممی میگفت کجاست که بیایم. و یکی از هنرمندای دیگه هم بود که حال در افغانستان است، نامش نمیگیرم، و خودش میفهمه که امرای خانم افسانه، یادش بخیر شب‌هایی داشتیم. ممی جان دستایت هم میبوسم، افسانه جان، شب‌های بسیار خوب داشتیم. گفت یکی از هنرمنداز امیر یک شوخی کو که سرش یک ماهیچه پلو بخوریم. وقتی که تلفن کردم وعده کردیم، او هنرمند نازنین یادش بخیر حالم در کابل است یا در جایی که است، نکتایی پوشیده کردم، موترک خود آمد این طرف گشت اون طرف گشت، آخر گفت هیچ نکرد، بیا گفت آدرس نفر خودش در خانه است. من از کابل که برتان زنگ زدم یک دفعه یک صدای یک خانم جواب داد تلفن شما را. حالا من چون با شما نه کدام شوخی داشتم، حالا گفتم نمیتونستم که منتها از شما یک ترس کلگی داشته باشه. من دیگه گفتم ببین والا دلم گشت، گفتم من یک دفعه امکان داره که خود زلمه جان باشه، چون مرا گفت صدای خانم گفت زلمه جان نیست، پس در زنگ بزن. و یک خاطره جالب امیرم گفتین یادم اومد، یک ظفر شامل یادش بخیر هنرمند نازنین مهربان ما، ای لو یو ظفر جان، چشمایت هم میبوسم. ظفر یک دفعه در افغانستان از ما خانه کارتیسی بود، تلفن کرد، تلفن مادرم برداشت. یک دفعه مادرم خدا بیامرزه تلفن برداشت گفت بله بفرمایین. یک دفعه گفت زلمه بچیم سر ما دیگه پختن نزن. یاجل مادرم گوشیده من گفت پس اثر باز زنگ زد، خدا بیامرزه آقایم برداشت گوشیده. آقایم گفت بله بفرمایین. گفت که او بچه یعنی باز سر ما بستکاری میکنی و زبانش بند میمان. یک دفعه آقای ما قار شد، گوشی را ماند، همشیریم برداشت. خب بالاخره بابیم خدا بیامرزش قال مقال گفت کی هست تلفن میکنه. خب فاینالی من خودم گوشی را گرفتم، گفتم بله. گفتم کی هستی؟ گفت بچه‌م. گفت سر ما خود گای کاکا جور میکنی، گای خاله جور میکنی، بچه‌م این کارت خوب نیست. گفتم نه، گفتم تو هم کت خاله گپ زدی، هم کت کاکا گپ زدی، هم کت کلشان گپ زدی. همی بود که گفت خیلی بیا شو در هتل کابل که پارتی داریم. پس حتما ما کتی انگی ما گپ زدیم. شما حتما امرای مریم جان برای من گفتن که شما امرای از اونا صحبت کردین. بعضی وقت خودم معمولا امرای شوخی میکنم. یگان دفعه که مریم جان نو آمده بود امرای شوخی میکردم، از بیرون تلفن میکردم، خود خانم چاینیز جور میکردم. بازو میگفت که بله هلو، بازو میگفت های هایا من نیکا I want to talk to you. I don't know. What? Excuse me? I want to talk with باز حیران میموندی خانم که میرفتم پیشانیش تو چی گپ است؟
برو کدام چای نیست که بار تلفن کامرای از فاینالی باز من خودم معمولا مجیب جان همیشه آدم کوشش کنه ناداری داری از جانب خداوند پاک است. همیشه از خدای خود شکرگزار باشن که صحت خوب داده، فضای فامیلی خدا همیشه خوش نگاه کنن، هر چیز مثبت فکر کنن. من میبینم تو معلوم میشه که اما که شما در زندگی هنریتون شوخ هستین، در زندگی عادیتون هم یک شخص، یک فرد شوخ هستین. والا در زندگی عادی ما مجیب جان باید آدم همیشه معمولا وقتی که در خانه می باشم و تو دق میارم یک دفعه یک درامه را نوشته میکنم، سر از او کار میکنم، یا یک درامه که دیگه جور کردیم نوشته کردیم که یک دو تا پشک امریکایی است، دو تا پشکای افغانستان اسپانسر شده امریکا خواستن و این دو تا پشکای افغانستان از زبان حیوانات افغانستان قسم میکنه بر پشکای امریکا که باز دادم موش از بر از یا چای میاره دیگه. این درد حیوانات افغانستان قسم میکنه که در باغ وش چی گپ است. سر یک حیوان بیزبان که یک سگ است، سر از او چی حالت است. در اینجا پشکا قبرستان داره، موشا قبرستان داره. اونا میگه که عدیرت شما دارین. خب راستی بسا جالب است. ایره باز انشالله باز در یک شوی که انشالله باز انشالله کستایش خود دیدین، اگر خواست خدا بود، اگر معذرت میخوایم اگر دشمنای فرهنگ افغانستان بانند که ما خدمت برای وطن خود کنیم. اکثریت کستای ما کلش بدوزی به سبقت هنری به یوتیوب به دسترس افغانای نازنین ما به دوزی سپرده شده، سودا شده، که یعنی ما خودم از هنر خود هیچ بهره نبردیم، فقط بجز از اینکه خدمت برای مردم خود کردیم. این می مایه افتخار است. دعایشان برای ما. کارهای سیاستمداران چقدر تنزیه است و چقدر سوژه خوب است برای شوخی های شما؟ سیاستمدارا در این روزی هیچ سیاستمدار میگه نداری کنی کاری، چرا ارزم میکاری و قربان سر چوام. میگه سنگ که از زورت نرسید موج کو در جایش پس بون. من به سیاست مدارا کدام چیزی ندارم، به صفت آواز یک خانم در دیده یک مادر وطن برشان میگم سیاست بخونن با سیاست کنن. دوست دارم کلشان ریسفیدایشان پدرای بزرگوارم هستند، جوانایشان سرمایه افغانستان هستند. فقط قلبا از پیششان خواهش میکنم که بسته شوند. بس است ببینن به حالت زار افغانستان، به مردم خود، بر دین خود. بس است یک جای شویم، یکی شویم، از نام مقدس، از نام دین مذهب، از نام وطن این هان استفاده نکنن. سست قابل خیلی است. فقط در آخر ما را یک بغل بده که بیازد در امریکا میگن که بغل در اینجا که امریکایی ها ببینن میگن خدام چی گپ است. این کلچر ماست، این فرهنگ ماست. جانا دیگه بغل خوش باشید. قربان شما. بسیار زیاد مجیب جان قلب تشکر قربان.